سلام، چطورین؟ ما اومدیم اولین ویدیو درس زبان انگلیسی. هانی سلام. سلام. به انگلیسی چطوری بگیم سلام؟ اگر بخوایم رسمی بگیم هلو، ولی اگر بخوایم خودمونی بگیم هی های. Good. چطوری بگیم صبح بخیر؟ Good morning. بعد از ظهر بخیر؟ Good afternoon. و عصر بخیر؟ Good evening. Great. Hey honey. Hi teacher. حالت چطوره؟ عالی، مرسی. به انگلیسی چطوری بپرسم؟ How are you? I'm as happy as ever. حالا اگه بخوام با طرف یکم مکالمه رو بیشتر ادامه بدم، بعد از احوال پرسی ازش بپرسم چه خبر؟ چطوری به انگلیسی بپرسم؟ How is everything or how is it going? Fine. Excuse me, what's your name? My name is Honey. Sorry, are you Punny? No, I'm Honey. How do you spell honey? H-A-N-I. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you too. حالا وقتشه که بهمون بگی چطوری به انگلیسی بگیم خداحافظ. بیشتر ما میگیم بای، ولی میتونیم بگیم گود بای، بای بای. Great. میخوام بگم روز خوبی داشته باشین. Have a nice day. میگم آقا فردا میبینمت. See you tomorrow. بعداً میبینمت. See you later. یک شنبه میبینمت. See you on Sunday. Awesome. هانی داره میره بیرون، مامانش میگه مراقب خودت باش هانی. Take care, honey. نایس. وقت شب بخیر گفتنه. Good night. Thanks for watching this video. Please subscribe this channel.